خب دوستان یه لپتاپ سونی بایو اومده که مشکل لولا داره. اگه دقت کنید، من حالا بغلشو باز کنم ببینید اینجا شکستگی داره. اون زمانی که در رو باز میکرده، من قابو باز کردم که با هم بتونیم این پایه رو ترمیم کنیم. اگه این وایسه، خب درب لپتاپ رو باز میکنیم. از همین ابتدای مشخصه که اینجا شکسته و این باید ترمیم شه. این قسمت جای پیچ بوده که شکسته و ترمیم شه. خب خود لپتاپ هم از این قسمت، لولای این قسمت دقت کنید، من و اینقدر صفر شده. یه مورد در مورد این لپتاپ ها بهتون بگم که کلا اکثر لپتاپ ها پشت لولاشون یه دونه مهره دارن. اگه دقت کنید اینجا مهره رو میبینید. شما زمانی که این لپتاپ رو 1 سال 2 سال 3 سال باز و بسته میکنید و استفاده میکنید، این مهره به مرور صفر میشه و باعث میشه اینقدر صفر شه شما موقع باز و بسته کردن. و چون لپتاپ هم بعد سالها اون استهلاک پیدا میکنه، باعث شکستگی بشه. الان اینجا کاملا مشخصه. یه دقت کنید، من اگه اینو برگردونم بالا، این محافظ آلومینیومی، دقت کنید همه شکسته، پایه هاش کاملا مشخصه. و اینو میخوایم امروز ترمیم کنیم و درست کنیم این لپتاپ رو. این ورش هم نگاه میکنم که ببینم وضعیتش خوبه، این ور خوبه. خب یه مورد بگم در مورد اینا که هر وقتی میخواین شروع به کار بکنین، اول سعی کنین این مهره ها رو شل کنید، چون این مهره ها باید شل بشه. خب من برای این کار از این ستای بوکس استفاده میکنم. این چیز معمولیه برای کار خیلی سبک و قیمتش هم مناسب. الان فکر کنم تو بازار 1,200,000 باشه و به درد تعمیرکارا میخوره دیگه. واقعا وسیله مناسبیه. خب ما میایم اینجا وسایلمون رو آماده میکنیم. خب حالا باید اون مهره بوکس مناسب با این مهره رو پیدا کنیم. یه مورد خدمتتون عرض کنم که ببینید دوستان، من پمپم رو بیارم. من اینو خدمت شما نشون بدم. دقت کنید این محلیه که پیچ داخلش بسته میشه و اینا باید مجدد داخل اون محل خودش قرار بگیره که پیچ بتونه بسته بشه. و الان اینجا مشخص کامل همه خورد شده. من اینا رو باید یکی یکی در بیارم. اینم یه دونه، بله یه دونه دیگه هم این زیر افتاده، این پلاستیکش شکسته. و دقت کنید تیکه ها هم تا جایی که سالمه، حالا مثلا مثل این مال قاب پشت بوده، خب این سالمه، اینو میتونیم ما استفاده کنیم برای ترمیم. و یه دونه دیگه هم اینجاست اگه من پیدا کنم. بله اینه، اینم همونه که بله استفاده کردیم و داخل اینجا بوده و ما باید برای ترمیمش استفاده کنیم. خب بریم برای شل کردن مهره ها و خیلی با احتیاط. دقت کنید این دوستان، این مادربرد بسیار حساسه. در برابر کوچکترین اتصالی ممکنه سی پی یو یا چیپست بسوزه و مخصوصا که این باتری حتما باتری مادربرد رو خارج کنیم. و یادتون باشه چی؟ چون الان زمانی که باتری مادربرد هست ولتاژ تو مدار هست. خب دکمه پاور هم میتونید نگه دارید 30 ثانیه که ولتاژ خالی بشه، ولتاژی نمونه تو دستگاه. بله و
محض احتیاط هم یه دونه از این دستبندهای مخصوص ضد الکتریسیته ساکن که مچبنده میتونید تهیه کنید. حالا هر لحظه ای اون ورشی که برید زمین وصل کردیم و هر از این دستمون رو به این بزنیم تا تخلیه بشه ولتاژ بدنمون. خب بوکس رو من پیدا کنم ببینم آیا میتونیم روی کار عوض کنیم یا حتما باید لولا رو خارج کنیم. بله متاسفانه. خب بله فایده نداره، باید لولا رو ما این مادربرد و کفی رو جدا کنیم. دقت کنید دوستان، خیلی دقت کنید این کابل ها رو ابتدا در بیارید بعد حالا مثل من نکنید، حتما جدا کنید. این فلت مانیتوره من جداش میکنم چون حالا هم لازم نیست دیگه، بعد بخواستیم مونتاژ کنیم مجددا. خب اینو میذاریم اینور و اینور هم کابل وای فای مونه که حالا کابل وای فای میتونیم اینجا یک مقدار شل کنیم چون این کابلای محکمی هستن و به سادگی پاره نمیشن. اما کابل LVDS یا کابل فلت تصویر کابل حساسی مخصوصا تو مدل‌های جدید. خب این کفی رو من آوردم جلو، جدا کردم کامل. ببینید جدا کردم که اینجا من دسترسی داشته باشم به این مهره و میگردم بوکس اندازش رو پیدا میکنم. خب معمولا من یه مقداری تو این خوندن بوکس ها مشکل دارم، 1/2 اینچ چون اینا اینچه. خب اینو من پیدا کردم. حالا شروع میکنیم شل کردن این. ببینید الان در حالت عادی بسیار سفته، ببینید بسیار سفته و من به سختی میتونم اینو تکون بدم. دیدید که حتی از انبر دست استفاده کردم. خب حالا ما این مادربرد رو یکم با احتیاط، من چون دست چپ هستم باید بچرخونم از این ور. معذرت میخوام دوستان، بچرخونم از این ور و اینجوری کار کنم. حالا یه جوری بزنم که شما ببینید بتونید. خب بوکس رو من میندازم یه مقداری. خب نه فکر کنم سفتر شد. میچم برعکس میکنم. این بوکس هم راستگرد داره هم چپگرد داره، یعنی هم میشه باهاش شل رینگش به قول معروف. خب بله یه مقداری بهتر شد، بازم یک مقداری. خب ببینید اونقدر شل نشه که به راحتی بره، چون زمانی که شما اسمبل میکنید مونتاژ میکنید خود این صفحه مانیتور یه سنگینی خاصی داره و این در که میخواد بسته شه اگه خیلی شل باشه در با ضرب میاد پایین و ممکنه LCD آسیب ببینه. در حد اینکه یک مقداری شل بشه که بشه باهاش چی راحت اذیت کرد و بعداً دوباره این مشکل به وجود میاد و همینجوری که این لپتاپ 5 سال 6 سال الان کار کرده بتونه بازم یه 5 6 سال دیگه استفاده کنه. چون دوستان خدمتتون عرض کنم که برای قطعات کف، قاب کف A, B, C اینا تولید نمیشه و مواردی هم که الان تو بازار هست فروخته میشه از دستگاهایی که حالا مادربردشون سوخت ارزش تعمیر نداشته و اینو دوستان تعمیرکار برمیدارن و عرضم به حضور شما جدا میکنن قطعاتشون و میفروشن. شما فرض کنید الان یه قاب کف برای این ما بخوایم بگیریم و اون که اونم شکسته بود بخوایم هر دو طرف رو بگیریم شاید یه چیزی حدود 4 میلیون تومان تا 5 تومان در بیاد دیگه. چون مخصوصا سونی که اصلا خیلی کمیابه، حالا اگر ایسوس یا HP بود یا لنوو بالاخره تو بازار هست، مثل سونی، توشیبا، این مارکاییه که تو بازار کمیابه قطعاتشون، قطعات یادشون. خب ما باز که حالا دوستان ما برای چسبوندن اینها این موارد و اینها نیاز به یه چسب دستساز داریم که همه اکثرا هم میدونن دیگه، محلول چسب معمولی قطره‌ای با جوش شیرین. خب همین چسب که فکر میکنم دونه ای اگه اشتباه نکنم الان باید 40 یا 50 هزار تومان باشه. البته من
اینا رو از قبل دونید 10 تومن یه تعداد بالا خریدم، چون تو کار ما خیلی استفاده می‌کنیم و تو هر یه بدی که داره اگه شما یک بار استفاده کنید حتی یک قطره و در رو ببندین بعد یک ماه دو ماه استفاده کنید خشک میشه دیگه، باید بندازید تو. دیگه ما برای هر لپتاپ یک دونه رو استفاده میکنیم، مهم هم نیست تا دوتا هم بشه استفاده میکنیم، اما چون با جوش شیرین ترکیب میشه چسب بسیار قوی میشه و نیازی هم نیست که بخوایم چسب کاریش کنیم. حالا این بنده خدا مشتری ما خودش هم چسب زده بود، اگه من نشون بهتون بدم ببینید دقت کنید اینجا رو، اینجا چسب خورده بود و این بغلا هم اومده بود چسب ریخته بود که خب اینو فایده نداره، اینو باز میشه دوباره و اصلا فایده ای نداره. خب من این چسب و سرش رو باز کنم از جایی که خشک میگه. خب چون این هنوز داخلش داره و ما میتونیم استفاده کنیم، من ازش فعلا استفاده میکنم و چسب دیگه رو وارد میکنم. دوستان دقت کنید این چسب بسیار چسب قویه و اگه به چسب به دستتون خیلی سخت پاک میشه. خب بریم سراغ ترمیممون. من چون ویدیو خیلی طولانی میشه این یه دونه رو ترمیم میکنم براتون و میذارم و بقیه ویدیو رو هم بقیه رو هم درست میکنم و در پایان کار رو بهتون نشون میدم. این یه دونه رو درست میکنم که آشنا بشین دوستان. خب اون قطعه‌ای که بهتون نشون دادم برای همین بود، برای همینجا بود که گفتم جدا شده ما بوکسمون هم برداریم، بوکس رو دیگه لازم نداریم. بله. من این شویه رو پیداش کنم. خب دوستان من اینو پیدا کردم، ببینید دقت کنید این محل قرارگیریش دقیقا اینجاست، ببینید مراقب باشید که نیفته و به این قسمت به این صورت. الان جای دیگه هم داره دیگه، مثلا این هستش، خب مشخصه دیگه ما باید طبق همین بذاریم. این برای جایی که پیچ بسته میشه روی قاب این فکر کنم بی هستش دیگه، آره بدنه رو نگه میداره به این صورت. حالا ما باید اینو درست کنیم. خب اول اینکه این مشتری یه مورد خدمت هستم دوستان، زمانی که داشتم مادربرد رو باز میکردم و باتری بکاپ رو خارج کردم، فراموش کردم در لپتاپ های جدید ممکنه دیگه باتری بکاپ این باتری وجود نداشته باشه. حتما سوکت باتری خود باتری لپتاپ رو جدا کنید. مثلا حالا نمونه من بهتون نشون بدم. خب ظاهرا باتری نیست. خب یه سوکت داره و سوکت رو جدا میکنیم از روی دست پیداش. دقت کنید این مثلا باتری لپتاپ ایسوس ارزم گیمینگه و این دیگه این تو این لپتاپ دیگه این باتری وجود نداره، این باتری سکه‌ای نیست و از همین باتری خود لپتاپ تغذیه میکنه و باتریش هم داخلیه، مثل لپتاپ های قدیمی نیست که باتریش بیرون باشه اول باتری جدا شه. دقت کنید پس موقع کار جدا کنید. خب بریم سر کار. ابتدا سطح کار رو باید تمیز کنیم دوستان. ببینید الان این بنده خدا خودش خب برداشته چسب زده که خب کار درستی هم نیست. اون
چسب یه چیز موقته، ما باید این محل چسب رو تمیز کنیم و خیلی با احتیاط با یه کاتر اون چسبایی که زده شده رو تمیز میکنیم، چون حتما باید تمیز شه که اون محلول که استفاده میکنیم کامل جذب پلاستیک بشه و جدا نشه. خب من تقریبا این چسبای قبلیش رو کندم خب که بتونیم جا قرار بدیم. خب دوستان خیلی با احتیاط و با دقت. خب من بذارید تصویر رو یک مقداری زوم کنم که بهتر بتونید کاری که انجام میدیم ببینید. خب جوش شیرین و چسب، دقت کنید دوستان، ابتدا برای شروع کار یک مقداری محل رو یک قطره چسب در حد یک مقدار که فقط خیلی نمیخواد که فقط بتونیم این پایه رو روش مهار کنیم و دقت کنید دقیقا از جایی که شکسته قرار بدیم که چی کار کج نشه. خب به محض اینکه قرار دادیم یک مقدار خیلی کمی جوش شیرین اطراف جایی که چسب ریخته قرار میریزیم. خب ببینید کار تا اینجا. خب الان ببینید ما جوش شیرین ریختیم و اون اضافه رو حالا با یه فوت ناقابل فوت میکنیم و اضافه رو پاک میکنیم مجدد. دقت کنید دوستان کار تمیزکاری باشه دیگه دوستان، که اگه یک جایی برای کار دیگه‌ای درواز شد هم کار بعدی نگه این چقدر بد سلیقه بوده که اینجوری کار کرده. خب مجدد چسب رو که ریختیم یک مقداری جوش شیرین می‌ریزیم دوستان. مخلوط چسب و جوش شیرین بسیار محکمه و برای کار ما فوق العاده مناسبه. حالا جای دیگه هم خواستیم میتونید استفاده کنید، برای جوش پلاستیک به پلاستیک، حتی جوش پلاستیک به آهن میتونید استفاده کنید. خب اگه دقت کنید من این ور رو گرفتم و حالا این ورم یک مقداری اینجا هم میتونیم بریزیم که کامل دور تا دور گرفته شه و یه کار تمیز و خوب در بیاد. خب اینم انجام دادم براتون. خب و بایستد. خب یه مورد دیگه هم خدمتتون، زمانی که اگه احیانا چسب ریخت روی دستتون مراقب باشین که جوش شیرین نریزه، چون زمانی که این دوتا با هم ترکیب میشن یه دمای خیلی بالا رو در لحظه تولید میکنن و باعث میشه که احساس سوختگی بهتون دست بده. خب دوستان کار انجام شد، خیلی مرتب و تمیز. نه چسب رو پخش کردیم ریختیم این بر، اینم این برش، این بر کارم یه چیزی ریخته تمیز میکنیم. خب این هست. این هم داریم اینو دوستان، اینم باید ترمیم بشه. حالا اینو چیکارش میکنیم ما؟ خب این هم مثل همون، چون دقیقا از جای خودش شکسته و حالا چسبم نخورده یک مقدار خیلی کمی چسب میزنیم در حد خیلی کم و تو این محل قرار میدیم. ببین دوستان یه مورد میگم در مورد اینجور شکستگی ها، اینو خدمتتون عرض کنم، محلول جوش شیرین و چسب خوبه، جوش میده، عرضم به حضور شما شاید مناسبم باشه، اما مثل این نمیشه. این دوباره ممکنه چون سطح کار ببینید خیلی باریکه و فشاری که میاد حالت فنری داره و ببینید کنده میشه و میگم مثل اون محکم در نمیاد، اما چون تو جا پیچ میشه سفت میشه، ما فقط در حد این که دیگه جدا نشه، چون 3 تا پیچ میخوره ببینید 3 تا جای پیچ داره، این دیگه روی تنه محکم میشه و حالا خیلی حساسیت
خرج نمیدیم براش. خب و دقت کنید حتما سطح اضافه یا برآمدگی نداشته باشه، چون اینجا CD رایتری که میخواد داخل بره ممکنه گیر بکنه و این ورم تو بستن ممکنه گیر بکنه. البته اگه گیر کرد میتونیم با کاتر یک مقدار سطح کار رو تمیز کنیم. خب دوستان این تمام شد. انشالله من یه ویدیو دیگه ضبط میکنم و ادامه کار رو اونجا میریم. خب دوستان بریم برای من این صافش کنم که شما بتونید راحت ببینید. بریم برای ترمیم کار و همینجا دو کار من ترمیم میکنم. شما سعی کنید که مانیتور رو از زیرش جدا کنید و یه چیزی هم بذارید زیر لپتاپ که خدا نکرده وقتی و خط و خش پیدا نکنه. این چند تا پیچ مال اضافه بوده، ما رو جمع کنیم. خب 3 تا دونه از پایه های اینجا کنده شده بود که ما یکی یکی شروع میکنیم اینا رو قرار میدیم. خب به ترتیب ببینید 2 تا کوچیک بوده و یه بزرگ. این بزرگی است. دقت کنید دوستان، حتما دقت کنید این رزوه‌ای که داره خب باید حتما رو به بالا باشه. ببینید داخلش رزوه داره. این رزوه حتما باید رو به بالا باشه تا بستشه. خب اول جاشو اندازه میزنیم ببینیم دقیقاً کجا باید قرار بگیره. بله خب دقیقاً اینجا قرار میگیره و ما باید یه بارم به صورت آزمایشی میخوابونیم روش این لولا رو تا دقیقاً چک کنیم که احیانا برآمده بلند شدن اینا نداشته باشه. خب دقیقاً باید همینجا باشه و این لبه صافش که بوده این اینجا میفته. خب من جدا میکنم. بازم یک مقداری کف کار رو، البته من این رو تمیز کردم دوستان، این تمیز شده و حالا دیگه کلیپش رو نگرفتم و شما حتما محل کار رو تمیز کنید. خب من یک مقداری فاصله بدم این دستگاه رو با دولا که بتونیم کارمون رو انجام بدیم. خب یه کاغذم میذاریم این زیر که احیانا چسب چیزی اونجا ریخته نشه. خب ما دقیقا با اینجا کار داریم و این قسمت رو ما باید ترمیم کنیم. بریم برای ادامه کار. یک مقداری ته کار رو چسب میزنیم در حد یک قطره، شاید هم کمتر، که فقط اون مهره در قرار میگیره سرش دقیقا بریز. خب دوستان اینجا کار یک مقدار سخت میشه. اگه دقت کنید این قسمت زیر کار خالیه. اگه دقت کنید به رنگ مشخص باشه ببینید زیر کار خالیه. خب چی کار باید بکنیم؟ من اول این وای فای رو جدا کنم و کلا مانیتور رو از زیر بورد در بیارم که بهتر بتونیم کارمون رو انجام بدیم. فلت کیبورد هم دقیقا طراحی پیچیده از زیر فلت کیبورد آوردن. دقت کنید دوستان که اگه این فلت ها پاره بشه سخت دیگه درست کردنش. خب اینو جدا کنیم و کلا بله مانیتور رو ما در بیاریم که دیگه اصلا با مانیتور ما کاری نداشته باشیم، کارمون هم راحت تر بشه. خب بله همینجور که گفتم زیر کارمون خالیه. اگه دقت کنید خب اینجا باید چیکار کنیم زیر این کار خالیه؟ خب ما میریم زیر این کار رو با جوش شیرین و چسب پر میکنیم به این صورت خیلی آروم
محفظه رو میریزم جوش شیرین. حالا یک مقداری به صورت یک قطره چسب میریزم روی جوش شیرین دقیقا داخل حفره و اگه سوزنی چیزی داریدم دوتا اینجوری بزنید که چسب کامل وارد شه. خب حالا اضافه رو فوت میکنید، اضافه بره. خب ببینید الان بله ته کار پر شده. بازم یک مقداری جوش شیرین میزنیم به محل و فوت میکنیم. خب تا اینجا اوکی. حالا دوستان ما باید چون این یک طرف کامل شکسته باید بین هر سه تا مهره‌ای که قرار میدیم یه پل محکم بسازیم، یعنی هر سه تا مهره دقیقاً به هم دیگه متصل باشه که جاشون محکم شه. خب مهره بعدی رو هم قرار میدیم. چسب من مهره بعدی مهره بعدی هم میاریم. خب یکی از مهره ها یه تیکه پلاستیکی هم داشته، ببینید دوستان. خب ما اونو دیگه جدا نمی کنیم، میایم روی کار میگردیم ببینیم کجا میگردیم ببینیم دقیقا کجا این مهره مال کجاست. با توجه به نوعش دقیقا این محل خودش قرار میدیم که فکر میکنم اینجا بوده اگر اشتباه نکنم. خب ما از محل رزوه باید قرار بدیم. خب اینجا نیست، احتمالا همین طرف باشه. من یک مقداری بازم تصویری بیارم پایین که بهتر بتونید ببینید. خب ببینم آیا اینجاست. خب میتونیم این برد کنترل صدا و این چیزا رو هم درش بیاریم که بتونیم کار رو انجام. خب من دیگه میتونستم اینو کامل در بیارم اما خمش کردم. یه پیچ هم اینجا داریم، این هم در بیاریم و اینو کلن جدا میکنیم و میذاریم این بر. خب حالا بهتر شد، مسلط‌تر شدیم روی کار. ببینیم این پیچ کجا قرار گرفته بوده. ظاهراً اینجا بوده است اگر اشتباه نکنم. خب بگم یکی رو من بذارم که جاش مشخصه. خب قرار میدم اینجا. زایدهای اضافی هم که شکسته جدا میکنیم که جلوی کارمون رو نگیرن. خب این هم دقیقا میاد اینجا و یا این ور میتونیم بذاریم، فرق نمیکنه. خب یک مقداری محل کار رو من چسب میریزم. ببینید این بلند بوده دوستان. خب
دوستان اینم اینجا قرار میگیره با توجه به محل قرارگیریش اینجا. من یک مقداری اینجا چسب میزنم در حد یه مقداری کم که فقط بگیردش. خب مهرمون رو قرار میدیم دقیقا جایی که بوده. خب چون دوستان مهره رو نمیتونیم داخل اون سوراخ بزنیم، ارتفاعش کم میشه و موقع بستن فاصله میفته و ممکنه مجدد بشکنه. ما محلش قرار میدیم و از این ور که فضا داریم ترمیم میکنیم. خب مجدد این ور رو یک مقداری من چسب میریزم. اول سعی میکنیم با یه مقدار جوش شیرین اون فضا رو پر کنیم و به این صورت با یه سوزن جوش شیرین ها رو بفرستیم داخل که اینجا باشه. خب یک مقداری دورش رو خلوت میکنیم و حالا با چسب یه مقداری که زدیم جوش شیرین رو میریزیم که خودش رو بگیره و دقت کنید ببینید ما از بغل ترمیم کردیم و چون میگم این محلول اگر این ترکیب اگه ما بذاریم خیلی خوب خشک بشه ترکیب خیلی خوبیه و حالا برای ما جواب میده و خیلی من لپتاپ به این صورت لولا تعمیر کردیم و اکثر مشتری ها هم راضی بودن. خب مجدد این تا اینجا کافیه تا بریم موقع سوم هم ما قرار بدیم. بله موقع سوم هم قرار بدیم و بیم برای خب اینجا ارتفاع موقع سوممون میاد پایین. ما میتونیم زمان بستن یه پیچ بلند استفاده کنیم و روش یه مهره دیگه موقع بستن حالا با یه واشر کوچیک اون فاصله رو جبران کنیم. حالا در ادامه بهتون میگم و میگم دوستان این کاملا سلیقه‌ایه. البته سلیقه‌ای که میگم یه کاریه که باید با حوصله و با سلیقه انجام داد. خب ببینید دوستان داخل مهره چسب ریخته. برای اینکه بتونیم اون چسب رو جذب کنیم من با یه پنبه نوکش رو تیز میکنم و اینو میزنم داخل و این چسب جذب این پنبه میشه، اون اضافهش گرفته میشه. دیگه جوش شیرین نمیریزیم چون اگه جوش شیرین بریزیم سریع باعث میشه که خیلی سفت بشه و پیچ هم بسته نشه. به این صورت اون اضافه چسب رو جذب میکنه چون ما دیگه داخل نباید چسب بریزیم، دیگه اطراف چسب میکنه. خب و این الان اوکی شد. حالا میریم دورش هم یک مقداری این قسمت رو این مقداری چسب میزنیم. خب و با جوش شیرین مجدد میریزیم که پایش سفت بشه. بله به این صورت. خب ما این ستا رو سوار کردیم و دوستان من ادامه کار مجدد